همزمان که فروک بزرگ میشد، سوالهای زیادی در مورد بالها و چشماش و کارهایی که میتونه به اونها انجام بده تو ذهنش ایجاد میشد. مادرش همیشه برای محافظت از جان فروک در جواب به سوالهاش سکوت میکرد یا داستانهای ساختگی و دروغ تحویلش میداد. مثلا داستان کودکان معلولی رو تعریف میکرد که شرایطی مثل فروک داشتن و مخفیانه و در خفا گوشه سیاهچال زندگی میکردن. از نظر مادرش معلولیت تنها یه معنی میتونست داشته باشه، یعنی سوپ دیگی. یعنی اگر کسی معلول به دنیا بیاد باید در دیگ جوشانی که در مرکز سیاهچال قرار داشت انداخته و خوراک ارواح تاریک میشه و غیر مستقیم اشاره میکرد به فروک که اون هم نباید جلوی بقیه ظاهر بشه. ولی فروک باهوشتر از این حرفا بود و هیچ کدوم از این داستانها رو باور نمیکرد. در نهایت هم مادرش با درماندگی بهش قول میداد که زمانش که برسه همه چیز رو براش تعریف میکنه، چون مادرش میدونست فروک کوچک هنوز آمادگی شنیدن و پذیرفتن خیلی از واقعیت‌ها رو نداره و باید اون رو برای هر اتفاقی در آینده آماده کنه. از طرف دیگه فروک هم دست روی دست نذاشت و برای قوی تر شدن شروع به یادگیری دانش و فنون مختلف کرد و همچنان شبها از پی هم میگذشت و فروک با تمرین‌های سخت و نفسگیر بزرگ و قوی تر میشد. مادرش هم در این راه کمکش میکرد و دانش دیرینه اجدادش رو به اون یاد میداد. اما فروک تنها به یک چیز میاندیشید: فرار از سیاهچال و پیدا کردن حقیقت. به همین منظور بعد از کشمکش‌ها و تردیدهای بسیار در مورد رفتن یا نرفتن به مرکز سیاهچال، بالاخره تصمیمش رو برای رفتن گرفت. در حقیقت اون میخواست با دیگر ارواح مردگان داخل سیاهچال صحبت و نهایتاً راه خروج از سیاهچال رو پیدا کنه. به همین قصد و نیت یک شب به دور از چشم مادرش برای رفتن آماده شد. با احتیاط و کنجکاو قدم به سوی مرکز سیاهچال گذاشت. دالان‌های تاریک رو یکی پس از دیگری پشت سر گذاشت. در طول مسیر گاهی صدای پچ از گوشه و کنار سنگ‌ها به گوشش می‌رسید. حس می‌کرد کسی یا کسانی اون رو تعقیب می‌کنن و سرانجام بعد از طی کردن مسافتی طولانی به مرکز سیاهچال رسید. دیگ بزرگی که در آنجا قرار داشت در واقع برای جمع‌آوری آب باران بود. فروک با حیرت به بالای سرش نگاه کرد. بالاخره تونست تنها راه خروج از سیاهچال رو از نزدیک ببینه. قطره‌های بارون یکی پس از دیگری از تونل مرتفع و تاریک بالای سرش به پایین می‌لغزید. این اولین بار بود که فروک با پدیده بارون آشنا می‌شد. در همین بین یه دفعه حس کرد کسی یا چیزی بهش برخورد کرد. یکی از ارواح تاریک متوجه حضور فروک در آنجا شده بود. آن موجود سیاه با کنجکاوی فروک رو بو کشید و شروع به سوال کردن از فروک کرد. ازش پرسید تازه واردی؟ که فروک توضیح داد که اینجا متولد شده و سالهاست که در سیاهچال زندگی میکنه، ولی اون موجود باور نکرد چون بوی فروک براش آشنا نبود. برای همین فروک توضیح داد چون معلوله پاش رو هیچ وقت حالا این اطراف نذاشته. با این حرف اون موجود با کنجکاوی خواست بدونه دقیقاً کجای فروک معلوله که فروک هم به چشم‌ها و پشت کمرش جایی که بالهاش قرار داشتن اشاره کرد. اون موجود به فروک نزدیک شد و چشمندش رو با کنجکاوی لمس کرد و چند ثانیه‌ای اونها رو بررسی کرد و خواست بدون فروک برای چی چشمند گذاشته. فروک هم گفت چون چشماش چیزهایی رو میبینه که بقیه نمیتونن ببینن و چیزهایی که اونا میبینن اون نمیتونه ببینه. با گفتن این حرف اون موجود گیج و عصبی شد و با داد و بیداد ادعا کرد اینجا همه کور هستن و غیر از تاریکی و سیاهی هیچی نمیبینن و به زور خواست که فروک بگه دقیقاً چی میبینه که از دور فریاد کسی شنیده شد که داشت به سمت اونها میدوید.